تغییریابی اقلیم سبب آبشوی با سرعت پیره‌ها و کاهش حجم آب دریاها در مناطق گوناگون جهان از جمله در آسیای مرکزی گردیده ایستاده است. با در نظر داشت مشکلات گلوبالی آب و اقلیم، کشورهای اعضای سازمان ملل متحد تشبث تاجیکستان را عاید به اعلان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیره‌ها جانبداری نموده، آن را همچون اقدام مهم برای تحکیم همکاری دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی در حل این مشکلات جهانی ارزیابی می‌نمایند. همزمان طبق قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پیره‌ها معین شده است که هدف آن جلب توجه جامعه جهانی به حفظ این سرچشمه‌های حیاتاً مهم میباشد. برای توضیح بیشتر این موضوع حالا ما با همکارمان که در مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی در دوشنبه قرار دارند در ارتباط میشویم. سلام امان الله، می توانید آغاز کنید. سلام همکاران و بینندگان ارجمند. باعث افتخار است که تشبث جهانی جانب تاجیکستان را وابسته به حفظ پیره‌ها در قطعنامه 77 سازمان ملل متحد دستگیری یافت و 153 کشور اعضای سازمان ملل متحد یکدلانه آواز دادند. در دایره این تشبث سال 2025 سال بین المللی حفظ پیره‌ها اعلان کرده شد و همچنین همساله 21 مارس همچون روز جهانی حفظ پیره‌ها تجلیل کرده می شود. این لحظه ما امکان داریم با کمال‌الدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همصحبت شویم. به نظر شما چی سبب شد که تاجیکستان مسئله حفظ پیره‌ها را در سطح جهانی به میان گذاشت؟ تشکر زیاد که شما قید نمودید. از در رفت اجراسی 77 مجمع سازمان ملل متحد که سنه 14 دکمبر سال 2022 برگزار گردیده بود، تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان وابسته به آب و اقلیم یعنی اعلان نمودن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیره‌ها پیشنهاد گردید که آن را 153 دولت اعضای سازمان ملل متحد آن را طرفداری نمودند. باید گفت که این تشبث به نهایت مهم برای جمهوری تاجیکستان دانسته می شود، زیرا جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بوی پیره‌ها دانسته می شود و زیاده از 60% مجرای آب دریاها در آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان یعنی در حدود جمهوری تاجیکستان تشکل می یابند. همه این حالات رو دانسته، یعنی با نظر داشت اونایی که جمهوری تاجیکستان دارای با ذخیره‌های غنی پیره‌ها دانسته می شود، روندهای تاثیر تغییرآبی اقلیم در حدود جمهوری تاجیکستان نیز بر اعلا مشاهده کرده می شود و با نظر داشت تاثیر منفی روندهای تغییرآبی اقلیم با اکوسیستم های جمهوری تاجیکستان بخصوص با حالت پیره‌های جمهوری تاجیکستان را وادار نمود که با راهبری پیشوای معظم ملت این تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان را تهیه و به عرصه جامعه جهانی یعنی معرفی نماید. این تشبث که آن را قبول نمودند در سال 2025 یعنی در سال جاری یک چاره‌بینی بین المللی سطحی بلند برگزار می‌گردد که در رفت آن تمام عالمان ساحه، تشکیلات‌های بین المللی، شریکان رشد، همه آنانی که وابسته به این موضوع کار و فعالیت می‌کنند سر یک موضوع یعنی جمع‌آوریشان نمایند. از کدام نگاه این تشبث بین المللی تاجیکستان به منفعت مردم ما هست؟ این تشبث می‌تواند به مردم جمهوری تاجیکستان تأثیری به نهایت خوب رساند. این بهتر نمودن روندهای آموزشی حالتهای پیره‌های جمهوری تاجیکستان را بهتر نماید. چگونه؟ باید گفت که در دایره این تشبث‌ها جامعه جهانی سر این مسئله جمع‌آوری خواهند گردید که این می‌تواند برای دریافت اصول‌های بهتری برای ماندن آموزش حالتهای پیره‌ها، اصول‌های بهتری حفظ کردن حالت ذخیره‌های آبی در حدود جمهوری تاجیکستان و پس کردن خوف آفت‌های طبیعی که به ذخیره‌های آبی بخصوص به پیره‌ها محسوب است، این اصول‌ها را برای متخصصان ساحه جمهوری تاجیکستان نیز پیدا گردند و برای ماندن این اصول‌های نوین با مورد تطبیق قرار دادن تدبیرهایی که میتواند حالت ذخیره آبی را بهتر نماید و آفت‌های طبیعی که به آنها محسوب است کم نماید، میتواند به اهالی جمهوری تاجیکستان تاثیر به نهایت مفید را رساند. کدام تدبیرها بهره کاهش دادن سطح آبشوی پیره‌ها در تاجیکستان اندیشیده می شود؟ باید گفت که توی 10 سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان در سمت انرژتیک یعنی یک قطار کارها
بخصوص تشکیل نمودن آبانبارهای نیروگوی برقی در حدود جمهوری تاجیکستان، بخصوص نیروگوی برقی آبی روغون، گرچند این اقدام برای جمهوری تاجیکستان همچون یک اقدام به نهایت مهم برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی هم دانسته شود. این اقدام میتواند به خود حالت ذخیره‌های آبی در جمهوری تاجیکستان، حالت پیریاخو تاثیر به نهایت خوب را رساند. یعنی روندهای اقلیمی گردش آب در طبیعت که از روی در بالای این آبانبارها به عمل میآید میتواند به زیاد گردنی بارشات ها در حدود کوهسار جمهوری تاجیکستان و در قسمت های پیریاخو بخصوص در شکل برف زیاد گردنی بارشات ها میتواند غذاگیری آنها را زیاد نماید که حالت حفظ کنی پیریاخو را بهتر خواهد نمود. دیگر تدبیرهایی که در جمهوری تاجیکستان برای حفظ ذخیره آبی براه مانده می شود، یعنی زیاد کردن میدان های سبز در حدود کشور که این اقدام به نهایت یک اقدام به نهایت مهم دانسته می شود که از طرف خود پیشوای معظم ملت در رفتی کنفرانس طرفهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی کاپ 28 معرفی کرده بود. یعنی با تا سال 2037 پورا به صفر گذاشتنی از جهت پرتوها در حدود کشور جمهوری تاجیکستان با اصول زیاد کردن میدان های سبز در حدود جمهوری تاجیکستان. این تشبث به نهایت یک تشبث مفید برای تازه و آزاده نمودن محیط زیست یعنی هوای اتمسفر، همچنین میتواند برای چکلی که در مثال آبانبارها قید کرده گذاشتیم در روند گردش آب در طبیعت یعنی تاثیر خود را رساند و این روند گردش آب در طبیعت میتواند برای بهتر کردن حالت ذخیره‌های آبی حالت پیریاخو تاثیر خود را رساند. در حاشیه اعلام گردیدن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریاخو و 21 مارس همچون روز جهانی حفظ پیریاخو برگزاری کدام چاره‌بینی‌های سطحی بلند کنفرانس همایش‌ها در تاجیکستان به نقشه گرفته شد؟ چگونه که همگان می‌دانند در برابر سال بین‌المللی حفظ پیریاخو با در رفت اجلاسی 77 مجمع سازمان ملل متحد یعنی روز بین‌المللی حفظ پیریاخو 21 مارس اعلان گردیده است که هم از سال سر کرده از سال 2025 در عرصه بین‌المللی این روز همچون روز بین‌المللی حفظ پیریاخو اعلان گردیده است و آن جشن گرفته می شود و سال جاری باشد از طرف خود اگنتی باوشناسی کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در بخشیده به روز بین‌المللی حفظ پیریاخو به نقشه گرفته شده است که در دایره آن تمامی شریکان متخصصان ساحه از منطقه و از سطح بین‌المللی نیز دعوت گردیدند که در رفت آنها میتوانند از تجربه خود از تحقیقات ها و نتیجه کارهای فعالیت کرده خود و تشبث هایی که آنها دارند میتوانند در رفت آن پیشنهاد نمایند و نتیجه این کنفرانس بخشیده به روز بین‌المللی حفظ پیریاخو که سنه 20 مارس برگزار می‌گردد در شهر دوشنبه میتواند همچون زمینه برای کنفرانس بین‌المللی سطح بلند بخشیده به سال بین‌المللی حفظ پیریاخو یعنی معرفی گردد. تشکر زیاد. بینندگان عزیز خاطررسان می‌شویم که صحبت داشتیم با کمال‌الدین نظیرزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.